الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، حلقه امروزی ما درباره نقش موالی در گسترش علوم و فرهنگ اسلامی است. موالی کی هستند؟ یعنی که مولا کیست؟ مولا مسلمان های غیر عرب را میگفتند. یک قصه جالب هست که با امام زهری رحمت الله علیه و خلیفه آن زمان عبدالملک ابن مروان شده است. برایشون نقل میکنیم. زهری میگوید که روز من از سفر نزد عبدالملک ابن مروان آمدم و عبدالملک گفت از کجا آمدی؟ گفتم از مکه آمدم. گفت در مکه کی را به جای خود گذاشته آمدی؟ یعنی کدام عالم است که مردم مکه را تعلیم دهد؟ زهری میگوید که من گفتم که اونجا عطا ابن ابی رباح را گذاشته آمدم. عبدالملک گفت عطا از مولا هست، از موالی هست یا اینکه از عرب است؟ گفتم که از موالی هست. بعد گفت چی شد که مولا بالای عرب ها مثلا سیادت دارد، بزرگی دارد؟ گفتم که با دینداریش و با روایتش و با مثلا علم خودش باید که اهل دیانت، باید که اهل روایت و باید که اهل علم سیادت کنن بالای مردم. بعد عبدالملک گفت در یمن که سیادت دارد؟ گفتم طاووس بن کیسان. گفت عربی است یا از موالی هست؟ گفتم که از موالی هست. و گفت با چی بالای مردم سیادت یافت؟ گفتن که با اون چی که عطا سیادت داشت در مکه، یعنی با همون علم و با همون روایت خودش. بعد اون گفت در مصر کی هست؟ یعنی که سادات اهل مصر کی هست؟ گفت که یزید ابن ابی حبیب. بعضی روایت ها که میگن که این مرد فارسی بود، یزید ابن ابی حبیب. بعضی روایت ها که میگن که از امازیغ طرف مغرب است. بعد پرسید که عربی است یا مولا هست؟ گفت که مولا هست. بعد اون گفت که مردم شام گفت در سیادتی که قرار دارن؟ گفت در سیادت مکحول. گفت مکحول عربی است یا مولا؟ گفت مولا هست. مکحول اتفاقا از مردم فارس بود و بعضی روایت میگه که از نوبه بود. بعد عبدالملک پرسید که در جزیره کی سیادت داره بالای مردم؟ این در جواب گفت که زهری در جواب گفت میمون ابن مهران. گفت عربی است و مولا؟ گفت که مولا هست. گفت پیشوای اهل خراسان کی است؟ گفت ضحاک ابن مزاحم که این مرد فارسی بود. میمون ابن مهران هم فارسی بود. بعد گفت اهل بصره چی؟ گفت اهل بصره حسن بصری دارن که حسن بصری هم از مولا بود. بعد گفت کوفه چی؟ اینجا دیگر خلیفه فشار بلند شده ایستاده است که تمام اقطار اسلامی را موالی مردم را تعلیم بدهند و پیشوای علمی مردم موالی بودند. دیگه خلیفه فشارش بلند شد و گفت کوفه چی؟ بعد زهری گفت که کوفه ابراهیم نخعی هست. و گفت عربی است یا مولا؟ گفت عربی است. یک گفت خیرت که میگه پس خیلی بود که من از فشار گفت سرم میترکید. خب یعنی از این دوستان از این قصه معلوم میشه که این رو ذهبی در سیر اعلام آوردن و همچنین موزی در تهذیب الکمال شون آوردن. دوستان عزیز، موالی یعنی که میگن که بعد از مرگ صحابه تمام مقالید علم و سیادت در علم نصیب موالی بود که در همه جای دولت اسلامی هم که خلافتی که در اون زمان بود، مولاها پیشوای مردم بودن، پیشوای علمی مردم بودن، مردم دین می‌آموختن، مردم خدا و رسول می‌آموزند، مردم قال الله قال رسول الله می‌آموزند. نه تنها انتها تا در عهد صحابه ها، خیلی که در صحیح بخاری آمده است از حدیث عبدالله بن عمر میگه که کان سالم مولى ابي حذيفه يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعه و غیره. میگه سالم مولا ابو حذیفه که یادتون باشه ما یه حلقه داشتیم که درباره اولین قاری فارسی زبان، یکی از اون 4 قاری هایی که پیامبر توصیه کردن که از اونها قرآن گرفته شود، سالم مولا ابو حذیفه است که اصلش فارسی بود. در مدینه وقتی آمدن مردم امامت میکرد و از قفای وی هم ابوبکر و هم عمر و هم ابو سلمة و هم زید و هم علی و هم دیگر صحابه نماز میخوندن. کارشی که مرگ مولا است بین نامش مولا ابو حذیفه است. گفتن که موالی مسلمان غیر عرب هستند دیگه در تمام حقوقشون با مسلمان های عرب برابر بود. یگان فرقیت بین اونها
و غیر عرب ها در این مسئله گذاشته نمیشد. مثلا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه برای سلمان فارسی 4000 درهم میدادن. اینکه سلمان هم مسلمان غیر عربی است. یا اینکه هرمزان براش از دولت عطا داده میشد که هر سال اینکه 2000 درهم براش داده میشد. این چنین برای اون دهگانهای فارس که در عراق بودند و در قسم غربی ایران بودند و در زمان عمر بن الخطاب فتح شدند، عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه برای اونها یعنی یک مبلغ معین هر سالانه برای اونها عطا میکردند، چنانه که برای مثلا گریم اشرافهای عرب در اون زمان داده میشد. یعنی هیچ فرق بین مولا و عربی مسلمان در اون زمان نبود. گرچه که بعدها شاید در بعضی زمان و بعضی خلفا و بعضی زمان خلفایی که بعضی والی ها ناحقی ها در حق غیر عرب ها کردن، این چیزی است که در تاریخ اسلامی چیزی است که پوشیده نیست، که از ویژگی های تاریخ اسلام این است که همه اینها ذکر شده است در تاریخ، که البته بعضی والی های بودن که خطاگی در حق اون دیده شد و اونها رو وقت خلیفه میفهمید اونها رو عزل میکرد. خب دیگر همین بود برادران چه که برایشون میخواستیم میگوییم. اما این قصه اصلا قصه خیلی دور دراز است. مثلا میتونیم که در این مثلا ما ده ها مثال ها بیاریم، لیکن به همین قدر حالا اکتفا میکنیم. تا حلقه آینده شما رو به پناه الله تعالی میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.